خیلی نگرانم چیکار کنم دیگه. همین کسایی که ما باید براش نگیرم. شما کدام چاره‌هایی رو مثلا تا امروز اندیشیدید به خاطر پیشگیری؟ راست دیگه یگان چاره. من خودم با یگان بار به دکتر نمیروم زیرا که باوری ندارم به دکترانی ما. برای پیشگیری ما نقاب‌های مخصوص خریدیم و در مؤسسه‌های تعلیمی اما در مؤسسه‌های تعلیمی ما یگان جماعت‌های یعنی آدمانی بسیار در آنجا هستند گذرانیده نمی‌شود از سبب کرونا ویروس. مردم تاجیکستان یعنی وای روی پیشگیری کرونا ویروس رو پیدا کردن این خریدن ارد و روغن. اتاق تیاری من نمیدونم راستی گپ اگر از نقطه نظری مثلا فعالیتی استруктурای طبی رو گوییم البته من نمیدونم تا کدام درجه مثلا دکتران ما یا اینکه سطح مثلا پروفسیونالی اونها یعنی امکانیت میدهد که مثلا با شخصانی که مثلا уже کسل شدن با اونها چی در اونها رو تبابت میکنن من خودم как бы نمیدونم. Вы знаете, я сам не из Таджикистана, из России, вот здесь командировки. Но я думаю, ситуация не такая критичная, потому что люди все равно стараются, все-таки все страны как бы объединились с этой бедой, и все предпринимают меры вот, в Европе, в России. موفقت الله خودش چیزی که در نصیب تقدیر باشه یگان چی خطر دیگه چی را داریم خداوند در نصیب باشه میبینه نباشه هیچ. البته باعث نگرانی است یک طرف وضعیت اقتصادی رو ناتنج کرده است علاقه کنده شدند رابطه آوردن مال و تجارت و این چیزها از کشورهای خارجی دشوار می شود و این باعث نگرانی می شود از همه مهمش سلامتی جامعه جهانی زیر خطر قرار داده شده است از بس که تمام جهان فرا گرفته است اپیدمی و پاندمی گفتن این رو